میگن مجموع این دوتا چند صدا داره گفته میشه از جانب تو؟ نشمردم ولی دست کم ثابت ها و میشه غیر. لطفاً برای اینکه خندوان است تیکه 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 با هم صدا رو یادآوری کنی بشماری؟ باشه. اصلی های دیرین دیرین یکی راویشه. بگو صداشو. در دوران دیرین دیرین و اونجوری میشه. یکی ویه که میگه که مثلا بدانید آگاه باشید که نباید مثلا فلان کار بکنید. یکی اونی که پیرهن قهوه‌ای تنشه یه ذره یلخیه اینجوری صحبت میکنه ای وی حال چه کنیم اینجوری صحبت میکنه. یه دونه اونیه که یه خورده خنگ‌تره لباس قرمز تنشه قیافه اینجوری داره سیبیل برگوش در رفته داره که اون اینجوری صحبت میکنه. یه دونه دیگه هست که ریشه بلند و موی بلند داره لباس آبی تنشه که اون یه جوری صحبت میکنه. خب بعد همه هم دارم یه دیالوگ میگم. یه دونه اونیه که همه به هر چیزی یه ایوهی میده. آره با عاشق. آره وی مثلا میگه ویوه نمیتونه بگه وی اسم خودش اینه این مثل وی اسم خودش اینه ولی خودش هم اینیوه معرفی میکنه نمیتونه بگه این آره خیلی مظلوم بیچاره است. آره یه دونه دیگه هست دارم این بگو. خوشحالم که من در خندوایونه هستیم. خیلی دوست دارم همسایه‌مون بودیم. دلم می‌خواست این همسایه‌مون بود. مدام میرفتم پیشش. سلام رامبویوت. سلام عزیزم. رامبویوت. رامبویوت. نمیتونه یه رامبودی. یه رامبویوت مثلا. خب دیگه یه دونه هست که بدبخت هی شکنجه میشه اصلا اسمشو گذاشتیم مشکونج. شکنجه شونده. آره. که اون یه جوری صحبت میکنه. اصلا مظلومیت و بدبختی ازش میباره همش فکر می‌کنی الان دنبال وامه. یه دونه هست که اونو همیشه اذیتش میکنه شکنجهش میکنه اسمش شاکنجه. خوشحاله. آره اینجوری صحبت میکنه اینجوری ذوق زده است الکی. خورده ریزای دیگه هم زیاد توش هست. حالا اینا مال مجموعه دیرین توی پندانه یکی خب اون راویشه که خیلی شاخصه نامفهومگوه معلوم نیست به چه زبانی داره حرف میزنه. زبانش جزو زبانهای ایرانی گویش‌های ایرانی فرانسوی میشه نقش به یا بگه خندوانه به نقش او کیست